این در مقالاتش هم هست و متاسفانه بعضی متاثر میشن. اینو باید ما بحث کنیم. به هر حال این بود موضوعی که انشالله از این روز شروع میکنم. اما امروز یک بحث مقدماتی خواهم داشت درباره این موضوع که باید ببینیم آیا دین اسلام به عنوان یک دین آیا دین است که برای یک ملت مخصوص نازل شده؟ یعنی وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظهور کردند و قرآن نازل شد، درون این دین، معارف این دین فقط برای عرب هاست و هیچ ارتباطی به دیگه ملت ها ندارد؟ مثلا برای ما تاجیکان بیگانه است؟ اگر به قرآن نگاه کنیم مسئله درست برعکس آن است. یعنی شما نگاه کنید قرآن، سنت و تاریخ خود مسلمان ها، از اول از آغاز این دین انگیزه جهانی بودن نداشت. مثلا در قرآن خداوند میفرماید این هو الا ذکر للعالمین، درباره قرآن میگه. یعنی این قرآن، این کتاب یادآوری است، ذکر است برای عالمین. عالمین یعنی جهانیان، همه مردم جهان. پس نگفته است که للعرب یا للقریشیین. یا در آیت دیگر در سوره سبا آیت 28 میفرماید و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. خطاب به پیامبر خدا میفرماید ما تو را نفرستادیم مگر کافتا للناس، برای همه مردم. درست؟ یعنی کافتا للناس همه مردم یعنی کی؟ یعنی عرب و عجم و همه، فارس و تاجیک و روس و ترک و همه، اختصاص به هیچ ملتی ندارد. دین همینه میگوید، قرآن همینه میگوید، بشیرا و نذیرا، که تو بیم دهنده باشی و مژده دهنده و بیم کننده. یا در سوره اعراف آیت 158 میفرماید یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. قرآن از زبان پیامبر میفرماید که ای مردم من فرستاده خدا هستم به سوی شما جمیعا، به سوی همه شما. پس قرآن، حالا دیگه آیت های زیادی هم داریم، به صراحت میگوید این دین برای که همه مردم بوده است، اختصاص به عرب یا عجم نداشته است. درست؟ نکته دوم این که ما در قرآن چند تا خطاب، یعنی چند گونه خطاب داریم. یا ایها الذین آمنو داریم. درست؟ یعنی ای کسانی که ایمان آورده اند، ایمان آورده اید. خب ای کسانی که ایمان آورده اید، اعم از این که آن ایمان آورنده عرب باشد یا عجم، ترک باشد یا فارس، فرق نداره. یا ایها الناس خطاب داریم، این هم دیگه عموم است، برای همه مردم است. هیچ جای قرآن شما دیدید که قرآن گفته باشد یا ایها العرب، یعنی وقتی خطاب، یعنی دستوری را برای مردم میبیارند یا به یک مطلب آنها را امر میفرماید گفته است یا ایها العرب؟ قرآن را دیدید هم به همچنین آیتی؟ یا گفته باشد یا ایها القریشیون، قریشیون، یا چنین نیست. بلکه نه، بالاتر از این، وقتی شما با قرآن یعنی معنوستر میشید، آشنایی پیدا میکنید، میبینید خود قرآن وقتی با عرب ها، یعنی در بعضی قضایا مسائل، به ویژه مسائل وقتی مخاطبش عرب ها هستند، با یک لحنی به لحن صحبت کرده است که آنها را سرزنش میکند. میگوید که شما اصلا شایسته این دین نیستید. اگر شما مثلا کافر شدید یا رو گرداندید، خداوند